پهلوان. اسم بچه های پهلوان زال یا دستان. زال یا دستان پیش کی بزرگ شد؟ سیمرغ. بله. این زال قصه ما با کی ازدواج کرد؟ رودابه. یادت اسم مامان بابای رودابه چی بود؟ نه سیندخت و مهراب شاه مامان بابای رودابه بودن. حالا زال و رودابه بعد یه مدت قرار شد بچه داشتن، بچه‌شون شد رستم. موقعی به دنیا آمدن رستم کی اومد کمک کرد؟ سیمرغ. بله، پر سیمرغ رو انداخت، گفت قرار قوی ترین پهلوان بشی. شد واقعا قوی ترین پهلوان؟ خب این رستم قوی ما رفت اسب انتخاب کرد. اسم اسبشو چی گذاشت؟ رخش. رستم قصه ما با کی ازدواج کرد؟ رودابه که مامانش. نه بچه تهمینه. بچه رستم و تهمینه کی شد؟ سهراب که بله 2 تا ضرب المثل هم داشتیم. پسر کو ندارد نشان از پدر، نوش مرد سهراب. حالا لطفاً پادشاه ها رو میخوایم با هم دیگه یادمون بیاد. پادشاه اول شاهنامه کی بود؟ کیومرث یه پسر داشت که پادشاه نشد. سیامک هم